بهرام نام پادشاهی بود. وی 40 پسر داشت. همه آنها زیبا بودند. یک روز پادشاه همراه پسرانش به شکار رفت و گروهی کلان ندیمانش را نیز همراه گرفت. به یک بیابانی دوردست رفته چند روز مشغول شکار شدند. هنگامی از شکار برگشتند، ناگاه شاه در یک گوشه مملکتش 40 دختری کوزه به دست را دید. 40 دختران کوزه ها را به کتفشان گرفته از کوه بلند پس همدیگر برای آب می فرآمدند. آنها به لب دریا فرآمده کوزه هایشان را از آب پر کردند و بالا برآمده از نظر غایب شدند. بهرام حیران شده نگاه می کرد. همین که دختران از نظر تماما غایب شدند، به وزیرش گفت: خودی حاضر آدم فرستاده معین کن که آنها کیستند. پریهایند یا دختران کسی؟ برای چی آنها از آن طرف کوه به این طرف می آیند؟ نوکران بادوار به سوی کوه اسب دواندند. پادشاه به قصر روان شد. نوکران در نزد شهر به او رسیدند و خبر دادند در پس آن کوه دوردست دیار نام پادشاه زندگی می کرده است. وی 40 دختر داشته است و یگان پسری نداشته است. کشور او از بی آبی خراب و کمبغل بوده است. باغ و صحرا، کشت و چراگاه های او از بی آبی خشک و نابود شده اند. دخترانی واخورده شما دخترانی دیار پادشاه بودند. نوکران باز خبر دادند که گویا دیار پادشاه دخترانش را به همان کسی می داده است که وی 40 پسر داشته باشد و کوه بریده به سرزمین او آب برآرد. بهرام خرسند شد که به پسرانش عروس پیدا کرده است. روز دیگر وی با هدیه های گرانبها به نزد دیار پادشاه خواستگار فرستاده گفت که 40 دختری او را به 40 پسرش عروس کرده از دیار سیراب خود به مملکت او آب می گذراند. قاصدها به 4 طرف مملکت بهرام شاه رفته آدمان را به کار دعوت می کردند. مردم به نزد کوه آمدند. مردم 40 شب و 40 روز کار کرده به سرزمین دیار پادشاه راه آب گشادند. به این مناسبت پادشاهان 40 شب و 40 روز دیگر جشن برپا کردند. بعد از این به توی 40 پسری بهرام شاه و 40 دختری دیار پادشاه سر کردند. پسران کلان دختران کلان را به زنی گرفتند. پسری از همه خردی بهرام شاه بهادر، دختری از همه خرد و از همه نازنین دیار پادشاه زرین را به زنی گرفت. زرین نه فقط زیبا بلکه مهربان و دانا هم بود. وی حیوانات و پرندگان را دوست می داشت. در باغ او آهو، طاووس، شترمرغ پرورش کرده می شد و او با ذوق زیاد آنها را نگاه و بین می کرد. زرین از همه بیشتر کفتر را دوست می داشت. در خانه او کبوترخانه ساخته شده بود. وقتی که به کشوری دیار پادشاه آب آمد، زرین خیلی شاد شد. وی به تماشای کشتزارهای سرسبز که در گذشته خشک و بی ثمر بودند سیر نمی شد. زرین
روز پیرمردی ریش درازی را دید که به پیشواز او می آمد. وی با یک دستش به عصا تکیه کرده در دستی دیگرش در یک طبق هر خیل تخمی داشت. مرحمت دخترم، این طبق را بگیر. لب دریا به زمین یک تاگی تخمی پرتافته به پیش بیرو، اما تا تمام شدنشان به پشتت نگاه نکن. گفت پیرمرد به زرین. زرین از دست پیرمرد طبق را گرفته لب دریا روان شد و یک دانه تخمی پرتافته می رفت. آخر در طبق کمی دان ماند. همین وقت وی به پسش نگاه کرده دانستنی شد که چی حادثه روی داده ایستاده است. در پس او یک باغی کلان زردالو، بادام، سیب، گیلاس و شفتالو سبزیده بود. میوه های درختان زود می پختند. زرین میوه های فراوان را دیده از راهش برگشت. خرسندانه به درون باغ دویده رفت. وی از هر یک میوه یکتایی می چشید. میوه ها یکی از دیگری شیرینتر، با مزه‌تر بودند. ناگاه چشم زرین به یک درخت افتاد که میوهش پر از دانه های میده طیلارنگ بود. آن را چشید. مزه‌اش از عسل هم شیرین تر بود. آن درختی انجیر بود. بعد او یک درختی دیگری را دید که غرقی میوه های کلان سرخی لعلگون بودند. آن درختی انار بود. انا این میوه ها از همه میوه ها شیرین ترند، گفت زرین که همین خیل درختان را جستجو می کرد، ولی آنها فقط 2 تا بودند. وی به طبق نگاه کرد که شاید تخمی های در طبق باقی مانده تخمی همین درختان باشند. زرین سراسیمه موار آنها را به کفش گرفته در کنار دریا پاشید. اما همین وقت باد خسته تخمی ها را بر روی دریا انداخت. زرین بسیار افسوس خورد، ولی دیگر علاج نبود. از همین سبب در مملکت دیار پادشاه درختان انجیر و انار کم می رویدند. تویها به آخر رسیدند. بهرامشاه با 40 پسر و 40 کلینش به مملکتش برگشت. هنگام بازگشت از کجای گردبادی ریگ پیدا شد. دیر نگذشته گردباد در پیش کاروان یک توده کلان ریگ را به وجود آورد. آدمان اسب و شترها از راه ماندند. سواران نیز از اسب فرآمده ترسان و لرزان می ایستادند. هیچ کس جرأت پیش رفتن نداشت. پسری از همه خردی پادشاه بهادر، شوهر زرین، به نزد پدرش رفته رخصت پرسید که رفته چی بودن این حادثه را فهمیده بیاید. وقتی که بهادر نزدیک آمد، ستون ریگی لرزید و دور زده وسیع شد و به ابری غوث تبدیل یافت و از بین آن یک دیو پیدا شد. من انتظار تو بودم ای بهادر، گفت دیو. آیا همان دختری دیار پادشاه را که در بیابان من باغ‌ها سبزانده اکنون مراد بهشتی سبز و خرم ساختن تمام روی عالم را در دلش می پرورد تو بزنی گرفتی؟ من
با این راه نمیدهم، یا حاضر به من زنی نازنینت را میدهی، یا من جویباری کنده تان را ریگ پوش کرده جریانی دریا را نگاه می‌دارم و هر دو مملکت را به زیر ریگ می‌خوابانم. بهادر به پیش پدر و همسرش آمده قصد و طلبی دیو را گفت. اگر همین خیل نکنیم وی جویبار را ریگ پوش کرده هر دو مملکت را نابود میکند. میگفت او مرا به پیش دیو بر، بهتر است که من هلاک شوم و خلق امین ماند. گفت زرین. بهادر همراه زنش با پادشاه و خواهران و دادرانشان ودا کرده به پیش دیو آمده گفت ما هر دو تیاریم که هلاک شویم، فقط تو خلق ما را عذاب نده. دیو هر دوی آنها را برداشته خیلی بلند برآمد و پریده به یک کناری بیابان رفت. بعدی چند وقت به زمین فرآمده اسیرانش را گرفت و به خانه‌اش برد. خانه او که از غاری تگی زمینی عبارت بود در تاریکی به زور نمایان شد. آن را یک مخلوق بزرگ پاسبانی می کرد. هنگامی پیدا شدن دیو درش زود کشاده شد و زود پوشیده شد. دیو بهادر و زرین را به یک گوشه تیله داده گفت من مانده شدم، حاضر خواب میکنم و پگاهی خسته هر دویتان را میخورم. دیو به درونتری غار رفته خود را به زمین پرتافت و زود خوابش برد. روز تمام شده ایستاده است. شبی آخرینی حیات ما سر می شود و فردا صبح عمر ما به آخر می رسد. فکر می کردند بهادر و زرین. زرین به گوش شوهرش پیچیراز زده گفت می بینی در آن کنج در بالای طاقچه سنگی صندوقچه است. به من مادر کلانم نقل می کرد که دیو جانش را در صندوقچه پنهان می کند. انا در درون آن صندوقچه باید صندوقچه دیگر باشد. در درون وی در بدن کبوتر جان دیو هست. اگر کبوتر کشته شود دیو هم می مرد. بهادر آهسته خسته بی صدا به پیش طاقچه سنگی آمد. در بالای آن یک شمشیر کلان آویزان بود. بهادر آن را گرفته با تمام قوتش به صندوقچه زد. صندوقچه شکست. نعره وحشیانه دیو در تمام غار پهن شد. در درون صندوقچه باز یک صندوقچه دیگر بود. بهادر آن را با شمشیر زد. زمین لرزید. دیو خود را به 4 طرف زده به بهادر حمله کرد. اما بهادر الکی صندوقچه را همراه کبوتر 2 پاره کرده بود. دیو بی جان شده به زمین افتاد. بهادر دروازه وزنین غار را گشاد. به او مخلوق دهشت‌آوری دروازه‌بان در افتاد، ولی شمشیر بهادر او را هم به زمین غلطاند. زن و شوهر محکم از دست همدیگر گرفته از غار برآمدند. نصف شب بود. در آسمان ستاره ها برق می زدند. بهادر و زرین به ستاره ها نگاه کرده
از صحرای به پایان گذشته می رفتند که گله اسپان را دوچار شدند. آنها دو اسبی نغز را انتخاب کرده بر راه برآمدند. پادشاه بهادر و زرین را صحت و سلامت دیده امر کرد که به این مناسبت ضیافتی کلانه برپا کنند. جشن سر شد. ناگاه از مملکت بهرامشاه نوکر اسب دوانیده آمده گفت: وقتی که شما همراه چین پسری بهادرتان در مملکت دیار پادشاه مهمان شدید، به شهرمان لشکری غارتگاران هجوم کردند. آنها شهر را ضبط نموده مردم را غارت کردند و حالا در اطراف شهر کمین گرفته انتظار شمایند. بهرامشاه به جنگ تیار شد. وی در پیش لشکر 40 پسری پهلوانش را گذاشته پسری خردیش بهادر دیوافکن را سردار تعیین کرد. لشکری بهرامشاه به لشکری غارتگران هجوم کرد. نوکران بهرامشاه دلیرانه می جنگیدند. 40 دادران با کمال شجاعت به دشمن حمله می کردند، ولی دشمن 10 برابر زیاد بود. زرین نازنین به میدان حرب و ضرب نگاه می کرد. او دیگر طاقت نکرده به اسب سوار شد و خواهرانش را دعوت کرد که زودتر لباسی مردانه پوشیده به اسبها سوار شوند. بعد او آنها را در پس تپه پنهان کرده منتظر اسکران شد. وقتی زرین دید که دشمن ظفر می‌یابد، بلند صدا برآورده دسته خواهران جنگاور خود را به یاری لشکری خسته شده بهرامشاه برد. دشمنان دیدند که به یاری بهرامشاه قوه نورزید. آنها سراسیمه به قفا گریختند. یک گروه دیگرشان اسیر افتادند. همین طور زرینی جسور و دانا به یاری شوهرش آمده خلق مملکتش را از اسارت دشمن آزاد کرد. 40 پسری بهرامشاه و 40 دختری دیار پادشاه عمر دراز دیدند. اولاد آنها تا حال زندگانی کرده درباره بهادر دیوافکن و زنی زیبای و دانای باغپروری او زرین افسانه ها می گویند. انا همین بود افسانه امروزه ما. به کانال ما آبونه شدن را فراموش نکنید. شاد و فیروز باشید.